دوستان عزیز، ما در برنامه پشت پرده قصد داریم که یک کار باحال بکنیم و مؤسسات و نهادها و چهره‌های سیاسی که در سالهای گذشته بودجه های میلیاردی و میلیونی گرفتن رو بررسی بکنیم و ببینیم که مثلا هدف مؤسسات مختلفی مثل مؤسسه تسنیم نور یا جای مختلفی که در این سالهای گذشته بودجه های میلیاردی و میلیونی گرفتن صرف چه کاری کردن و سهمشون چقدر بوده و قراره چه کاری بکنن، وظیفه هاشون رو بگیم، کاری که صدا سیمای ایران نمیکنه، خبرگزاری های داخل ایران نمیکنن و ما خیلی با زبان ساده و شفاف سعی میکنیم به صورت ساده توضیح بدیم. یه کار بال هست، ایده بود زد به سرمون گفتیم انجام بدیم. حالا خیلی از دوستانم گلایه کردن که چرا شما این سوژه ها رو بررسی نمیکنید، سوژه های زرد رو بررسی میکنید. من باید بگم که ما به مرور زمان همه سوژه ها رو مطرح میکنیم، لطفا صبر داشته باشید. ما رسانه هستیم و خطه‌ای و جده‌ای فکری نداریم. ما هدفمون فقط دادن دانش و اطلاعات آگاهی به مردم. قضاوت نمی‌کنیم. امیدواریم که شما به ما کمک کنید و برامون کامنت بذارید. ما سعی می‌کنیم که بی‌طرف همه مسائل رو بررسی بکنیم. لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، حتی اگر از این افراد خوشتون نمیاد لایک کنید که همه دوستان پشت پرده ها رو متوجه بشن و برای دوستان خودتون بفرستید. امروز می‌خوایم همه اینها رو بررسی بکنیم. یه لیست رسید دست من که 40 تا ردیف داشت. امروز میخوام یه کار باحال بکنم، چند قسمت برنامه ضبط بکنم که تایم برنامه بالا نره. یکی در میون مثلا ردیف 1 3 5 7 9، حالا هر چقدری که تایم به من اجازه بده، چون نمیخوام ویدیو طولانی بشه، بررسی بکنم که اصلا کار اینا چیه، از کجا اومدن و اصلا چرا این بودجه ها برای اینها تعریف شده. طبق قانون مندرآوردی یک ردیف بودجه قرار داره به اسم جدول شماره 17 که خیلی هم جدول پرحاشیه‌ای شد. ببینید این فایل پی دی اف که بودجه سال 96 در اون ذکر شده، 96 حالا 97 هم میرسیم. خب میاد میگه که قانون بودجه رو میگه و صفحات مختلفی داره و این چاپ میشه. اگر نگاه بکنید یک جدولی هست نوشته جدول شماره 17 کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی، موضوع جزء جدول شماره 3 جدول شماره 9 ردیف 540,000. ما میریم، حتی اینجا نوشته صفحه 231 در صورتی که صفحه 231 نیست، جدول شماره 17 صفحه 243 هستش و بریم بالاتر نگاه کنید جدول شماره 16. از اینجا جدول شماره 17 شروع میشه. مؤسسات مختلفی که بودجه گرفتن، مثلا 7 میلیارد و 430 میلیون تومان مبلغ ارقام به میلیون ریاله. خب حالا این لیست کامل هست، اینجا به صورت یک عکس اومده و ما همه اینها رو بررسی میکنیم. اما داستان اینجا هستش که جدول شماره 17 در بودجه سال 97 قرار حذف بشه. ببینید خبرگزاری تاپناک نزدیک به محسن رضایی گفته که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که اونهایی که به دنبال حذف جدول شماره 17 از لایحه بودند ادعا داشتند که دولت تخصیص مناسب به این جداول نخواهد داد، پس بهتر از این بودجه به حوزه دیگری منتقل شد. ببین به صورت کاملا ماسمالی شده میگن که آره این بودجه رو به این افراد نمیدن. آقا مگه کسی جرأت داره به این افراد بودجه نده؟ مثلا کاملا یه چیز مسخره هستش. اصلا کسی مثلا به آقای حداد عادل مثلا بودجه نده، به آقای حسن خمینی بودجه نده، به اصطلاح خودمون میذارن یارو رو پرچم میکنن. بعد گفته که چون بودجه تخصیص داده شده داده نمیشه پس بهتر است صفر شود. خب اینو مثلا تاریخ 6 اسفند 96 گفتن که آقا بودجه نمیدیم، در صورتی که شما نگاه بکنید تو بودجه پیشنهادی سال 97 همه اینا بود. جلوتر اگر بریم جالبه دیگه. ببینید گفته که لابی های پنهان برای احیای جدول شماره 17 در لایحه بودجه. خب اگر قرار حذف بشه توی دیما، ببینید این خبر اسفند اومده بوده خب که حذف بشه، اما از دیما یعنی از ماهای قبلش اینا میخواستن لابیگری بکنن خب که این بودجه اختصاص داده بشه. حالا ما اومدیم امروز یه کار باحال کردیم، شروع میکنیم از بنیاد دعبل خزایی که یک شاعر هستش و ببینیم که اصلا این بنیاد داره چیکار میکنه. و جالب بدونید که تو سال 91 کمیسیون تلفیق ردیف بودجه گفته که 1900 میلیارد ریال مؤسسات غیر دولتی رو حذف کرده. منظورش همون بنیادهای مختلفه. ببینید تو سال 91 این خبر
سال 92 ببخشید. این خبر گفته که این مؤسسات بعد بودجه‌هاشون حذف بشه، هی حذف می‌شده، حذف نمی‌شده، حذف می‌شده، حذف نمی‌شده. حالا آقای روحانی اومد یه سخنرانی کرد توی مجلس و پرده از یه سری اتفاقات برداشت. گوش بدید به این سخنرانی تا به اون مؤسسات هم برسیم. در طول سالهای گذشته ردیف اندر ردیف هر کسی آمده یه ردیفی گرفته، بعد دو تا برادر بودن توی دستگاه آمدن دو تا ردیف کردن، بعد پسرعمو آمده 4 تا ردیف کرده. آقای روحانی وقتی که خودش حرف از برادر و پسرمو و دخترمو میزنه آدم خندش میگیره. خودت برادر خودت و فک و فامیل که در مستندهای قبلی نشون دادید همتون سمت دارید. حالا اینجا میگه که همه اومدن ردیف بودجه گرفتن، دعواش سر ردیف جدول شماره 17. خب ردیف درست شده و معلوم نیست این ردیف ها، این پول ها در اختیار کی قرار میگیره، کی نظارت میکنه، کجا مصرف میشه. ببین اینو آقای روحانی میگه که رئیس جمهور کشور بوده. این سخنرانیش هم مال چند ماه پیشه و 5 سال بوده رئیس جمهور بوده. بعد 5 سال هنوز نمیدونه این بودجه کجا صرف میشه. ما به خاطر همین سوژه رو مطرح کردیم که ببینیم آقا رئیس جمهوری که نمیدونه بعد 5 سال این بودجه کجا صرف میشه، اینا حق و ناسه. بعد بیان بگن دیگه تو همون قرآن خودشون هم نوشته حق و ناس. ما به عنوان خبرنگار میایم طرح سوال میکنیم و جالب ببینید یه سری فعالیت‌های مسخره هم انجام میدن این مؤسسات. حالا ادامه نشونتون میدم. خب ردیف ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده. منظورش همون ردیف شماره 17. خب و من خواهش میکنم به ما کمک کنید. حتما به شما مراجعه میکنم، حتما به شما فشار میارم. منظورش نماینده مجلسه و میگه که حتما این آدم ها به شما فشار خواهند آورد. خب طبیعیه دیگه و اینا فشار نیارن ما فشار بیاریم و خب ما باید بتونیم بر این ردیف ها نظارت کنیم، این پول کجا میره، چه جوری مصرف میشه. ببینید هنوز نمیدونه کجا میره، چه جوری مصرف میشه و نظارت هم نمیتونه بکنه. اگر روند سالهای گذشته ادامه پیدا کنه، فرض محال که دولت 12 بتونه کشور اداره کنه، دولت بعد حتما نمیتونه کشور اداره کنه. عملا داره میگه که بودجه داره یه جایی خرج میشه که ما دیگه نمیتونیم اداره بکنیم. خب اینو وقتی شما میگید دیگه آدم چه انتظاری در مورد اتفاقات آینده ایران داره؟ خب حالا بریم یکی یکی به این مؤسسات بپردازیم. اولین بنیاد دعب‌الخزاییه. این خیلی باحاله. بریم این بنیاد رو ببینیم که اصلا این بنیاد کارش چیه. ببین این سایت بنیاد دعبل نیوز، من نمیتونم درستم بخونم. بعد جالبه گفته که یه سری خدمات هم میده و گفته که خدمات بنیاد دعبل شامل خدمات فرهنگی، آموزشی، بیمه، تامین اجتماعی و خدمات رسانه‌ایه. تا کنون 12,000 نفر از ستایشگران اهل بیت علیه السلام در سراسر کشور به جمع اعضای بنیاد دعبل پیوستند. یعنی گفته 12,000 تا. بعد گفته که کار این بنیاد اینه که بیاد، حالا جالبه ببینید اصلا به خاطر یه بودجه، ببینید یه بودجه 7 میلیاردی گرفته برای چه کاری؟ یعنی خب مثلا چش بسته مثلا غیب بگه الان اینجا، حالا من پیداش بکنم انقدر اینا زیادن. آره، شناسایی ستایشگران، من فکر کنم چاپلوسگرانه، حالا گفته شعرا و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. یعنی بودجه گرفته کشف استعداد بکنه. خب انجام خدمات تامین اجتماعی از قبیل بیمه درمانی، عمر و پسنداز، تکمیلی و پزشکی و بازنشستگی و ارائه تسهیلات ضروری به آنها و افراد تحت تکلف ایشان. خب ببینید وظیفه بیمه به عهده تامین اجتماعی. حالا شما دارید انجام خدمات تامین اجتماعی میدید، پس بابت اون بودجه میلیاردی که هر سال میگیرید 12,000 نفر فکر نمی کنم عدد آنچنان زیادی باشه برای بیمه کردن. هرچند اکثر کسایی که شاعرن و اکثر کسایی که کارای اینطوری میکنن به هر حال کسایی هستن که خودشون مؤسسه دارن یا شغلای دولتی دارن، پس نیاز به بیمه ندارن چون طبق قانون نمیتونن دو جا بیمه باشن. حالا شما بخواید این 12,000 نفر رو بیمه بکنید خیلی کار سخت و پیچیده ای نیست، در صورتی که بازم اینجا تو خبرگزاری فارس گفته 13,000 مداح پرونده دار شدن تو بنیاد. حالا شما در سایت خودتون دارید میگید 12,000 نفر، یه 1,000 نفر اینجا کاش 1,000 نفر از این مداح فوت کردن دیگه. اینجا یه تفاوت رقمی وجود داره.
و نکته بعدی این که تو خبرگزاری مهر به همه اینا خبرگزاری خودشون در میارن، گفته که نزدیک به 2000 مدعا در بنیاد دعبل تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. یعنی شما اون بودجه 7 میلیاردی که میگیرید، خب فقط 2000 نفر تونستید بیمه بکنید. بعد بیمه هم چیزی هستش که ما برای هر کدومشون نمیدونم بیشتر از 100,000 تومان 200,000 تومان نمیشه. بعد گفته که زیرش گفته تاکنون 5000 خانواده در سراسر کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. خب جالبه اینجا توی این خبرگزاریه گفته 2000 سال 95، حالا توی 2 سال شده 3000 تا افزایش پیدا کرد. بازم دستتون در نکنه 5000 نفر رو شما بیمه کردی. بعد گفته بسیاری از چهره‌های مطرح در عرصه ستایشگری اهل بیت علیه السلام تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی بنیاد دعبل قرار دارند و بعضی از این بزرگواران از طریق همین خدمات بازنشسته شدند. از طریق همین خدمات. خب حالا بازنشسته بشه طرف بعد 30 سال کار بکنه دیگه. بریم بالاشو بخونیم. بنیاد علمی و فرهنگی آموزشی دعبل خزایی نهادی حمایتی خدماتی و غیر انتفاعی که سال 84 به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شده. خب وقتی این بنیاد سال 84 تأسیس شده چه جوری تونسته اینها رو بازنشسته بکنه؟ یعنی بعد 94 مثلا 1414 تازه 30 سال طول میکشه که اینها بهشون شما بیمه بدید و بتونن بازنشسته بشن. یعنی به این میگن دروغ لاکچری. این بنیاد اول. یعنی بیاد قشنگ شفاف سازی بکنیم. ما اینا داریم خیلی شیک و مجلسی میگیم. من امروز یکی در میون اینها رو بررسی میکنم. مؤسسه تسنیم نور خیلی باله. بریم مؤسسه تسنیم نور رو ببینیم. من هم رفتم از طریق سایت های خودشون دارم میگم و مستند برید ببینید. وظایفش چیه؟ مؤسسه فرهنگی تسنیم نور در راستای تحقیق اهداف فوق وظایف و مأموریت‌های خاصی دارند. خب حالا وظایفشون چیه؟ ارتقای سطح علمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. این مؤسسه زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه. خب طبیعتاً وقتی که این مؤسسه زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی باید بودجهش هم سازمان تبلیغات اسلامی بده دیگه، چون سازمان تبلیغات اسلامی خودش یه بودجه جدا میگیره و مؤسسات زیر نظرش رو تامین مالی میکنه. حالا یه وظیفه دیگه هم داره خیلی جالبه، اجرا و برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات و نمایشگاه فرهنگی. خب شما بابت برگزاری این همایش‌ها از اون کسی که همایشو برگزار میکنه پول میگیری، مفتی که برگزار نمی‌کنی که. و جالبه نوشته که طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی هنری تک مهارتی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی، امور سیاحتی، زراعتی و اردویی. بابت اینها هم پول میگیره. ارائه خدمات پیمان و مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری. بابت اینها هم پول میگیره. شما هر فعالیتی که در مؤسسه تسنیم نور میبینید از مردم پول میگیره، مفتی که این کارا رو انجام نمیده. حالا چرا این مؤسسه اومده 1,730,000,000 تومان بودجه گرفته؟ بیاد ریز جزئیاتش رو به مردم بگه. مؤسسه بعدی مؤسسه فرهنگ بصیرته. اینم کارش باحاله. اصلا من اینا رو که میرم میبینم مثلا کلا اشک در چشمانم حلقه میزنه. آره جالبه. این سایت مؤسسه فرهنگ قرآنی بصیرت. بعد اهم فعالیتاش چیه؟ برگزاری کلاس‌های تخصصی و تربیت مدارس در رشته‌های روحانی تا قرائت، حفظ مفاهیم قرآن، مربیگری مهد و پیش دبستانی قرآن. خب ببینید معمولا همه این کارا رو یه سری مؤسسات انجام میدن. بعد جالبه که بریم ببینیم که این مؤسسه زیر نظر کدوم نهاده مشخص میشه. برگزاری دوره‌های حفظ قرآن به صورت حضوری و غیر حضوری. تا جایی که ما می‌دونیم اینا رو بسیج انجام میده، نمیدونم مسجد بعد انجام بده، پس بودجه‌ای که بابت مساجد گرفته میشه صرف چه کاری میشه؟ پس اینا دارن کارهای موازی هم دیگه انجام میدن. برگزاری همایش و محافل قرآنی و محافل قرائت. برگزاری رشته‌های دانشگاهی، یعنی مثلا من چی بگم دیگه، ارائه مدرسه قرآنی. خب بابت اینا که پول میگیرن. برگزاری همایش روانشناسی تربیتی و مشاوره فردی، اینا که رایگان برگزار نمیشه. چاپ و نشر مقالات و نشریه ها. شما برید مقاله اونجا چاپ بکنی، نشریه بخواید چاپ بکنی رایگانه. برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی ویژه فراگیران دوره‌های مختلف آموزش مجامع. اکران فیلم‌های ارزشی برای دانش آموزان مدارس عمومی. یعنی فعالیتایی که میکنن، یعنی تو حلقم به خاطر این فعالیت‌ها چقدر پول گرفتن؟ مؤسسه فرهنگی بصیرت 3 میلیارد تومان پول گرفته فیلم پخش بکنه. نمیدونم. و این نکته دیگه هم بگم، خیلی از کسایی هم که مثلا میرن اونجا آموزش میدن فی سبیل الله آموزش میدن ها. یعنی پول حقوق و اینا نمیگیرن توی مؤسسات. میگن آقا ثواب داره بریم 4 تا مسلمون رو حالا مثلا حمایت بکنیم. تایم ویدیو هم بالا رفت. من خواستم 10 دقیقه برم، حالا سعی می‌کنم تا ردیف بعدی هم برم. ستاد
احیای امر به معروف و نهی از منکر از همه بیشتر گرفته. 24 میلیارد تومان. این ستادی که میاد میاد مردم تو خیابونا میگیره. این ستاد حالا مهدویت هم هست. بریم این امر به معروف و نهی از منکر رو ببینیم. اینجا هم جالبه. گفته که ببین فعالیتایی که میکنه دیگه، گسترش ترویج و تعمیق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ارتقای کارآمدی نظام اجرایی امر به معروف و نهی از منکر و حمایت. ببین برای اینکه بخوان بیان این گشت ارشاد بذارن مفتی که نیست دیگه. 24 میلیارد بودجه گرفتن. بعد گفته که در راستای توسعه نظاممند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فرضیه با تاکید بر مسائل مختلف فرهنگی. بعد گفته که امر به معروف و نهی از منکر در تمام لایه‌های زندگی و فردی اجتماعی در چارچوب قواعد احکام شرعی و قانونی با رویکرد جامعه‌پذیری ارزش‌ها و مشارکت‌پذیری مردم در توسعه تعمیق آنها بود و افراد خود را موظف و انجام تکالیف دولت و فلان و فلان و فلان می‌کنن. خب بابت این کاری که میکنن و پاچه‌گیری که میکنن 24 میلیارد تومان بودجه گرفتن. بیان توضیح بدن صرف چه کاری کردن. اینا مسائلی هستش که مردم دوست دارن بدونن. حالا مؤسسات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلام، اینا مؤسسات ها. حالا من سعی میکنم در قسمت‌های بعدی توضیح بدم که مثلا آقای حداد عادل، سید حسن خمینی، آقای مصباح یزدی، کاشانی، علی دامغانی، اینها برای مؤسساتشون چی گرفتن و پول وقتی گرفتن چه کاری انجام دادن، چه فعالیتی انجام دادن. بیان آقا ما طرح سوال داریم میکنیم، فردا لطفاً انگه نمیدونم ضد نظام و ضد اسلام به ما نزنید. سوال بودجه پولی که گرفتید بیاید به مردم شفاف توضیح بدید که این پولها رو صرف چه کارهایی کردید. 300 میلیارد و 400 میلیارد و 80 میلیارد و 70 میلیارد و رقم‌های مختلف ما می‌بینیم در این تصاویر. منم این رقم‌ها عجیبم در نیاوردم. ما حتما تو قسمت مختلف همه اینها رو بررسی می‌کنیم. وبسایتی مثل طبیان و مؤسسه این پرتو ثقلین، من اینجا مؤسسه پرتو ثقلین مال پدرزن آقای صدرالساداتی، همون آخونده که میاد شفاف سازی میکنه و میگه که آره نمیدونم ما جلوی آقازاده ها رو میگیریم. آقا شما برو مؤسسه پدرزنت که 1 میلیارد و 900 میلیون تومان پول گرفته و بودجه برش. حالا این فقط مال یه ساله، ببین چندین سال اینا دارن بودجه میگیرن. مثلا اومدن فردا روز گفتن که ما ساختمون فلان جا ساختیم. خب ساختمون مال یه باره. مثلا این ساختمان رو میسازید یه سال هم بودجه‌شو خرجش میکنید. یا خوابگاه اگر میسازید خب پول خوابگاه رو میگیرید از یه سری افراد. اینا رو ما اومدیم بررسی داریم میکنیم. امروز قسمت اولش بود. لطفاً ویدیو رو به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید که قسمت‌های بعدی افشاگری‌های جالبی داریم. اینا جالبه، همشون شبیه همدیگه فعالیت میکنن. این مؤسسه میگه من برگزاری یک کلاس قرآن میکنم، اون مؤسسه هم میگه برگزاری کلاس قرآن میکنم. یکی 1 میلیارد هم بودجه میگیرن. من نمیدونم مگه برگزاری کلاس قرآن چقدر هزینه داره. مرسی.